مگیر از من خدایا خدایا. Guten Abend. Mein Damen und Herren, herzlich willkommen. I would like to extend my warm welcome to you all. Tonight, we have some surprises for you. Thank you. خوش می‌روی در جان من ای درد تو درمان من چون می‌روی بی من مرا ای
دیدن تا دین من ای روی تا ایمان من ای هست تا پنهان شده در هستی پنهان من ای دیدن تا دین من ای روی تا ایمان من ای هست تا پنهان شده در هستی پنهان من چون می‌روی بی من ای جان جان بی تن مرا ای یار من ای یار من ای دلبرا دلدار من ای محرم و غمخوار من ای دین و ایمان من خوش می‌روی در جان من ای درد تا درمان من چون می‌روی بی من ای جان جان بی تن مرا چون می‌روی بی من مرا ای جان جان بی تن ملاحظه فرمودید که با چه قدرتی این آهنگی رو که من قبلا نوشته بودم و خانم هایده اجرا کرده بودن عرض کنم و اضافه کنم که هم همایون جان هم پدر بزرگوارشون از طرفدارای صدای خانم هایده توضیح کوچیکی راجع به ساختن آهنگ عرض کنم حضورتون. این آهنگی رو که الان گوش کردین از من با شعری از حضرت مولانا بود در زمانی که شمس داشت از مولانا جدا میشد. گفتن که چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو. من روی این ملودی رو نوشتم و شما محصولش رو گوش کردید. اما چندی پیش صبح زود من یک پرنده‌ای رو صداشو شنیدم که داشت یک آهنگی رو ریتمی رو داشت اجرا میکرد. خب خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم بلافاصله شروع کردم نوشتن. اتفاقا وقتی با همایون جان صحبت میکردم گفتن که چون آهنگ اون صدای پرنده خیلی برای من امیدوار کننده بود، گفتن اتفاقا شمس که داشته برمیگشته میشه مولانا شعر گفته به این مضمون که آب زنید راه را هیچ که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. من رو این و صدای پرنده این اثری که همون تقدیم میکنم بزرگتون برای اینکه بدونیم پرنده چی خوند و مسئول اول رو میزنم.
چشم و چراغ میرسد غم به کنار میرود مه به کنار میرسد آب زنید راهی که نگاه میرسد مژده دهید با بوی بهار میرسد بوی بهار میرسد از آسمان غلغله ایست در جهان چاک شد از آسمان غلغله ایست در جهان اندر آغاش میدمد سنجق یار میرسد مه به کنار میرسد چاک شد از آسمان غلغله ایست در جهان چاک شد از آسمان غلغله ایست در جهان اندر آغاش میدمد سنجق یار میرسد چه سوار میرسد بوی بهار میرسد این که نگار میرسد نور نثار میرسد چه سوار میرسد من به کنار میرسد من به کنار میرسد بوی بهار میرسد نازنید راهی که نگاه میرسد مژده دهید با بوی بهار میرسد بوی بهار میرسد حضورتون عرض کنم که اولین انسانی که دست من رو گذاشتم پیانو پدرم بوده و من برای سپاس چون یه موسیقی نوشتم موسیقی به نام یادگار عمر وقتی داشتم این رو کار میکردم متوجه شدم عین همین موقعیت رو
همایونجان داشتم. همایونجان هم هرچی یاد گرفتم از شجریان بزرگ یاد. شعر این قطعه رو آقای اهورا ایمان نوشتن به نام یادگار عمر. چه خبر از
عرض کنم که آهنگی رو من برای یک گروه آلمانی نوشتم به نام سکورپیونز. شما میشناسید؟ متن آهنگی بود که اون شعری که فکرم بود که روش نوشتن Maybe I, maybe you find a key to change the mood. اینو من تو مغزم بود می‌نوشتم. بعدش رو خود کلاس ماینر خواننده اسکورپیونز بعدش رو شعرش رو این آهنگ رو من داشتم تمرین می‌کردم. با اینجا که شنیدم گفت اگه اسکورپیون خونده خب منم می‌کنم. البته شعرش فارسیست. من قبلا با شعر فارسی نوشتم، شاعرش هم آقای کریم فکور بودن. من از این آشینا که بود وطنم به کجا بروم به که دل بدهم چون از این برامون بود آباد خاک تو را به جهان ندهم تو که جان منی به که جان بدهم سر به دامن تو می سپارم همه شب تا ابد مهر تو زده در دنیایی پرده از کرم تا کرم دل در آشنا بشنود سخنم دور از آن سرزمین دور از آن آشیان دور از آن ای خدا چه کنم تو بگو چه کنم دور از آن آشیان ایرانم
البته اگر توی یوتیوب سرچ بفرمایید بنویسید Maybe I Maybe You انوشیروان رانی و اسکورپیون، این اجراهای مختلف با شاید بیش از 10 زبان زنده دنیا این اجرا شده این قطعه. اما برای اینکه حالا هومانوش جان یه استراحتی کرده باشن، من میخوام شما رو دعوت کنم به یک سفر خاطرات شیرین گذشته.
خیلی ممنونم. البته این تولد رو امشب مخصوصا اجرا کردم به خاطر اینکه تولد دختر منم امشب. از اینجا بهش تبریک میگم. نوا کارگردان سینماست. البته من یه چیزی عرض کنم، من 62 سال ازدواج کردم. چند سالم؟ 62 سال. 5 سالم. دختر بزرگی من نوا ندای روحانی، ایشون استاد پیانو هستن و نوا کارگردان سینما. حتما با رضا آشنا هستید که حالا خدمت شما عرض کنم که من برای اینکه یک آهنگی رو، هر آهنگی رو به همایون بدیم به بهترین نحو اجرا میکنم. اما اجازه بدید من همایون رو ببوسم اول. این آهنگی که الان شما میشنوید تازه از تنور در اومده. شعر این قطعه رو من داشتم اشعار رو نگاه میکردم، از شاعر ارجمند رحیم معیری شعر حالا رسول اجرا میکنم. ببینیم همایون با چرا با اون پیانو اجرا میکنم؟ برای که در یک موسیقی ایرانی دستگاه‌های مختلف داره، رو به پرده داره و این قطعه در شور دستگاه شوره که من البته اونقدر بانمک نیستم ولی شوره. ببینید که همایون جان این قطعه رو که برایش ساختم و شخصا هم فقط برای ایشون ساختم.
شبی عاشق زارت شدم خریدارم شبی خریدارت شدم دل یارم شبی عاشق زارت شدم باید خریدارم شد تا من خریدارم شد از جان و دل یارم شد تا عاشق زارت شدم دارد وفادارم شد تا من وفادارت شد از جان و دل یارم شد تا عاشق زارت شدم تا عاشق زارت شدم من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران اول به دامانم تو را آنگه گرفتارت شدم من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران اول به دامانم تو را آنگه گرفتارت شدم خریدارم شبی خریدارت شدم دل یارم شبی عاشق زارت شدم خریدارم شبی خریدارت شدم دل یارم شبی عاشق زارت شدم عاشق زارت شدم عاشق زارت شدم عاشق زارت شدم اینقدر اون سبک‌های مختلف میکنه و همش هم فوق‌العاده. این آهنگ داستان دیگه است. اونی که برای اسکورپیون نوشتم این داستان دیگه بود. اونی که قسمت اول موسیقی سنتی خونده بود یه داستان دیگه. حالا یک آهنگی رو من قبلا نوشته بودم و همایون خیلی از این آهنگ اجراش خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و اجرایی که از این آهنگ میکنه یک چیز استثنایی. قبلا از این آهنگ شما خاطره‌ای دارید. حالا من مسئول اجرا میکنم ببینید چیه. البته همچی امشب میشنوید دست اول خودم تنها تنها دلم
تو شام بی فردا دلم چو کشتی بینا خدا به سینه دریا دلم به سینه دریا دلم تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسان به سنگ غم افشکن دگر تو سینه مینا دلم چو شیشه مینا دلم تو هم برو ای بی وفا مبر بر لب نام مرا دل تنگم بیگانه شد نمیخواهم دیگر تو را نشان من دیگر مجو حدیث دل دیگر مگو دلم شکسته زیر پا نمیخواهم دیگر تو را نمیخواهم دیگر تو را تو ای خدای مهربان تو ای پناه بی کسان به سنگ غم افشکن دگر تو شیشه مینا دلم چو شیشه مینا دلم تو شیشه مینا دلم چو شیشه مینا دلم آهنگی رو که الان تقدیم حضورتون میکنم میکنیم شعر و آهنگ از یکی از آهنگسازان بسیار بازار گذشته است به نام علی اکبر شیدا. با تیر مژگان میزنی با تیر مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت منو از پای افکند پای افکند پای افکند غم عشقت منو از پای افکند پای افکند از پای افکند
نامک مژگان تو با نامک مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را عرض کنم حضورتون چند پیش من برای دیدار دوستی به دفتر کارشون رفتم، دیدم بالای میز کارش نوشته شده که یک تابلو قشنگی با خط خوبی نوشته سرنوشت را باید از سر دیگه بقیه‌اش رو نمیگم.
از سر شاید این بار کمی بهتر عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه دیگر نوشت از کجایی باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر گل بکاری از دل گل برآری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهیم گر نخواهیم باغ باره روزگاری سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه دیگر از کجایی باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر گر تو روزی راز این بازی بدانی نکته رمزش بخوانی لحظه های زندگی چون موج دریا گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گر از سر گذشتن سر نوشتن سر گذشتن بر فراز قله باور سفر کن حال خود را بازتر کن همچو حافظ پاکوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان بر فلک سقفی نمانده این زمانه پر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه دیگر از کجایی باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر
قصه‌ای از سرنوشت، قصه‌ای از سرنوشت. عرض کنم که من وقتی که داشتم شما رو به سفر شیرین می‌بردم یادم رفت که همکارامون خدمتتون رو معرفی کنم. آقای همایون نصیری رو می‌دونم، می‌خواستم یک لقب بالاتری بهش بدم که استاد سازهای پرکاشن هستن، آقای همایون نصیری. دوست نازنینمون آقای حسینی رضایی نیا استاد عرض کنم که ارکستری که همراه همایون جان همیشه کار میکنن، ارکستری به نام سیاوش که کنسرت مایسترش آقای مروستی هستن. میزن مروستی تمام دوستانی که اونجا همکار بودن همشون بسیار متبحر و من خیلی خوشحالم که با این آقایون همکاری میکنم. قطعه واسطون اجرا میکنیم از آقای مرتضی نیداود و شعر ملک الشعرای بهار که امضای شجریان ها پای این قطعه. مرغ سحر نال سر